سرخط خبرها. واکنش امارت اسلامی به درگیری خونین در مرز با تاجیکستان. ذبیح الله مجاهد میگوید که تحقیقات درباره این درگیری جریان دارد. موږ اطلاعات ترلاسه کړي چې هلته په دغه مرکزي سیمه کې تاجکستان سره د قاچاقبرو د هغو هېواد د پولیسو ترمنځ نښته شوې ده. سفر رئیس ستاد ارتش امارت اسلامی به قطر. فصیح الدین فطرت برای شرکت در نمایشگاه دفاعی بین المللی به دوحه رفته است. په داسې غونډو او کنفرانسونو کې برخه اخیستل د اعتماد او باور فضا رامنځته کوي. ادامه برگشت مهاجران افغان از کشورهای همسایه. روز گذشته بیش از 2000 مهاجر از پاکستان و ایران به کشور برگشتند. و ادامه زورگویی های ترامپ و مقاومت اروپا در برابر تعرفه ها. 8 کشور اروپایی به اعمال تعرفه 10% از سوی امریکا واکنش نشان دادند. سلام و وقت شما بخیر. با مجموعه خبر این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز دوشنبه 29 جدی 1404 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 19 جنوری 2026 میلادی. مشروع خبرها. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به کشته شدن 4 تن در مرز میان افغانستان و تاجیکستان میگوید که تحقیقات درباره درگیری در مرز میان افغانستان و تاجیکستان جریان دارد. کمیته امنیت ملی تاجیکستان در واکنش به این رویداد و تقویت مرزهای خود با افغانستان تاکید کرد. گزارش از اناهی تاندر. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به کشته شدن 4 تن در مرز میان تاجیکستان و افغانستان میگوید که تحقیقات درباره درگیری در مرز میان افغانستان و تاجیکستان جریان دارد. آقای مجاهد به خبرگزاری آفاق می‌افزاید که چند تن از قاچاقبران که قصد قاچاق برخی مواد را داشتند با مرزبانان تاجیک روبرو شدند. او از بررسی‌های بیشتر در این زمینه خبر داده است. موږ اطلاعات ترلاسه کړي چې هلته په دغه مرکزي سیمه کې تاجکستان سره د قاچاقبرو د هغو هېواد د پولیسو ترمنځ نښته شوې ده. تحقیقات روان دي چې د څوک وو چې قاچاق کول خو دي قاچاقبر او دغه امتداد د خط باندې همیشه د ستونزې کله کله پیښېدلې. د قاچاق ځینې ستونزې وې د مخنیوي دپاره اسلامي امارت هم ګامونه اخیستي دي او هڅه کوو چې د دې پلټنه ترسره شي چې دا څوک دي. با توجه به حساسیت وضعیت امنیت مرزی و اهمیت ثبات منطقه‌ای برای افغانستان و همسایگانش، آژانس ملی اطلاعات تاجیکستان اعلام کرده که 4 عضو یک گروه تروریستی روز گذشته در منطقه مرزی خرمنجو در درگیری با مرزبانان تاجیک کشته شدند. کمیته امنیت ملی تاجیکستان نیز تاکید کرده که پرونده جنایی این افراد در حال بررسی است. این حادثه که در پی چندین درگیری پیشین در مناطق مرزی میان افغانستان و تاجیکستان رخ داده، بار دیگر بر ضرورت تقویت همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی میان دو کشور را برای مقابله با تهدیدات گروه‌های مسلح و جلوگیری از ناامنی در طول مرزهای مشترک نشان می‌دهد. افغانستان حکومت خو د دې لپاره ډیر زیات زیار باسي چې بالاخره په هیواد کې امنیت تامین کړي. حکومت په کارم دنده هم ده چې د هر نوع حوادثو مخه ونیسي. خو وبلیدلی شي چې د پیښه چا کړې وه او د کومې موخې دپاره یې کړې وه. برخی از کارشناسان میگویند که گروه‌های تروریستی وابسته به پاکستان به خاطر ناامن‌سازی منطقه از مرزهای افغانستان استفاده می‌کنند. این آگاهان تاکید می‌کنند که برای مقابله با گروه‌های تروریستی در منطقه نیاز به ایجاد همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است. گروه تروریستی به خصوص داعش کوشش میکنه با استفاده از خاک افغانستان به اساس هدایت و پشتیبانی استخبارات پاکستان به خاطر ناامن‌سازی آسیای میانه از مرز تاجیکستان وارد آسیای میانه شود و به موجودیت گروه تروریستی و کنترلش همش از توان افغانستان که حداقل 50 سال با جنگ مقابله کرده و با عالمی از گروه تروریستی مقابل بوده. کار دشواری است که ایجاب میکنه یک همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی برای مقابله و مبارزه با تروریسم صورت میگیرد. مهم است که دولت بین خود هماهنگی در این مورد داشته باشند. نیروهای سرحدی دو طرف، نیروهایی که در طول مرز از دو طرف جابجا هستند، اینا خط ارتباط دائم باید داشته باشند.
همیشه در تماس باشند. این در حال است که امارت اسلامی همواره بر حفظ امنیت مرزی با کشورهای همسایه تاکید کرده و بر توسعه روابط امنیتی منطقه‌ای و همکاری مشترک با همسایگانش برای مقابله با تهدیدهای تروریستی و حفظ ثبات تاکید دارد. فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش امارت اسلامی به دوحه پایتخت قطر سفر کرده است. وزارت دفاع اعلام کرده است که این سفر به منظور اشتراک در نمایشگاه دفاعی بین المللی دوحه صورت گرفته است. گزارش از اناهی تندر. در راستای تقویت حضور منطقه‌ای و دنبال کردن تاملات دفاعی در سطح بین المللی، فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش امارت اسلامی افغانستان در سفر رسمی عازم دوحه پایتخت قطر شد. وزارت دفاع امارت اسلامی اعلام کرده که این سفر به منظور اشتراک در نمایشگاه دفاعی بین المللی دوحه انجام شده. نشسته که با حضور مقام‌های بلندپایه نظامی و کارشناسان دفاعی از کشورهای مختلف برگزار می شود. د افغانستان څخه د هر هستازي تک یا بلنه د نور هیوادو لخوا نه دا به ډیره صادقانه وي، اما متاسفانه دغه د هیوادو ناستې غونډې کنفرانسونه د افغانستان په هکله صادقانه نه دي. نیمه پیړۍ دا هیواد د بشري جنایت سره مخامخ ده او تر نن ورځې پورې افغانستان دوی په رسمیت نه ده پیژندلی. با این حال شمار از آگاهان مسائل سیاسی به این باورند که قطر در شرایط کنونی نقش یک پل مهم میان افغانستان و جامعه جهانی را دارد. به باور آنان گسترش روابط با این کشور میتواند به کاهش انزوای سیاسی، جذب کمک‌های بشردوستانه و تقویت کانال‌های دیپلماتیک کمک کرده و زمینه تامل سازنده جامعه جهانی با امارت اسلامی را فراهم سازد. در شرایط فعلی قطر به مثابه یک پل ارتباطی میان افغانستان و جهان عمل نموده و گسترش روابط با قطر می تواند در کاهش انزوای سیاسی، جذب بیشتر کمک‌های بشردوستانه و عملاً فعال شدن کانال‌های دیپلماسی و تعامل با امارت اسلامی افغانستان کمک بیشتر نماید. دا یو مثبت ګام او خبر دی چې د اسلامي امارت لوړ رتبه استازي په نړیوالو او سیمایزو غونډو کې اشتراک او برخه اخلي. په ټوله کې په داسې غونډو او کنفرانسونو کې برخه اخیستل د اعتماد او باور فضا رامنځته کوي او مشکلاتو ته د حل مؤثرې لارې پیدا کوي. گفتنی است که روابط افغانستان و قطر طی سالهای اخیر به ویژه از زمان روی کار آمدن امارت اسلامی گسترش یافته است. قطر با میزبانی دفتر سیاسی امارت اسلامی در دوحه نقش کلیدی در ارتباط میان افغانستان و جامعه جهانی ایفا کرده و به عنوان کانال برای مذاکرات دیپلماتیک و تعامل با کشورهای مختلف عمل می‌کند. کمیسیون عالی امارت اسلامی در امور مهاجران اعلام کرده که در روز گذشته پاکستان 2025 مهاجر کشور را اخراج کرده است. این کمیسیون همچنین گفته که 22 مهاجر دیگر از ایران اخراج شدند. به گفته این کمیسیون این افراد از طریق گذرگاه‌های مرزی ترخم، اسپین بولدک، بهرامچه، پل ابریشم و اسلام قلعه به کشور برگشتند. و در خارج از کشور 8 کشور اروپایی بعد تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای مال طرفه 10% بر صادرات این کشورها به ایالات متحده واکنش نشان دادند. نخست وزیر ایتالیا نیز تهدید ترامپ مبنی بر اعمال طرفه بر مخالفان طرح تصاحب گرینلند را اشتباه دانست. دنمارک، فنلند، فرانسه، آلمان، هلند، نروژ، سوئدن و بریتانیا در واکنش به اعمال تعرفه 10% آمریکا بر صادرات این کشورها بیانیه مشترک صادر کردند. بر اساس این بیانیه، این کشورها بر تعهد خود برای تقویت امنیت منطقه قطب شمال تاکید کرده و همزمان نسبت به تشدید تنش‌های سیاسی و اقتصادی در رابطه هشدار دادند. امضا کنندگان این بیانیه با ابراز همبستگی با پادشاهی دنمارک و مردم گرینلند اعلام کردند که آماده‌اند بر اساس اصول حاکمیت و تمامیت ارضی وارد گفتگو شوند. سران این کشورها همچنین تاکید کردند که در برابر این تهدیدها به گونه متحد و هماهنگ واکنش نشان خواهند داد. در همین حال نخست وزیر ایتالیا نیز تهدید ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه بر مخالفان طرح تصاحب گرینلند را اشتباه دانست. تهدید دونالد ترامپ مبنی بر اعمال طرفه بر مخالفان طرح تصاحب گرینلند اشتباه است. امریکا برای تصاحب آن اقدام نکند. از سوی هم وزیر امور خارجه آلمان بر پاسخدهی قاطع و هماهنگ اروپا بر تعرفه‌های سنگین آمریکا نیز تاکید کرد.
اگر ایالات متحده به طور جدی به اعمال تعرفه‌های گمرکی علیه اروپا فکر کند، اروپا باید پاسخ قاطع و هماهنگ بدهد. حاکمیت دنمارک و گرینلند غیر قابل خدشه است و تنها خود مردم گرینلند و دنمارک هستند که درباره آینده این سرزمین تصمیم میگیرند. این اظهارات در حال مطرح می شود که دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروس سوشال خود نوشت وقتش رسیده که تهدید روسیه از گرینلند دور شود. وقتی آن رسیده تا تهدید روسیه از گرینلند دور شود. ناتو 20 سال است از دنمارک خواسته تهدید روسیه را از گرینلند دور کند، اما دنمارک تاکنون نتوانسته اقدام جدی برای رفع تهدید روسیه از گرینلند انجام دهد. کنترل آمریکا بر گرینلند برای امنیت جهانی و جلوگیری از نفوذ روسیه و چین ضروری است. رئیس کمیسیون اروپا میگوید که با نخست وزیران بریتانیا، آلمان، ایتالیا، دبیرکل ناتو و رئیس جمهور فرانسه گفتگو کرده و توافق کردند که از حاکمیت گرینلند دفاع کنند. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی میگوید که اروپا نمیتواند مانع الحاق گرینلند به امریکا شود و ایالات متحده این جزیره را به دست خواهد آورد. در حال ترامپ از تهدیدهای برخاسته از گرینلند از سوی روسیه و چین نگران است که به باور منتقدان امریکا همکنون در این جزیره حضور نظامی دارد و هیچ تهدیدی از سوی مسکو یا پکن در این منطقه وجود ندارد. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما. تا این دم به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از میز خبر. تا دیدار بعد.